أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و نفرانی که الان نوار ما را تماشا کرده ایستادند، من یک نفر شهروند جمهوری محبوب تاجیکستان و در برابر یکی از نفرهایی که خادم دین هستم و مسئله که میخواهم که الان سر این مسئله با شما صحبت داشته باشم، مسئله برادری و اخوت از دیدگاه اسلام و مسئله دیگری که میخواهم که سر این اشاره داشته باشم، اون شخصیت هایی که نسبت برادری و اخوت یعنی نزاعها میاندازند، از دیدگاه قرآن و سنت با شما یک اشاره داشته باشم. خداوند مهربان در سوره مبارکه آل عمران میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خداوند میگه که بر ریسمان پروردگاری چنگ زنید و البته تفریقه و نزاع نه اندازید، یعنی جدایی نه اندازید. و این چنین یکی از عاشقان خدا عجیب اشاره میفرماید زیر آیه کریمه که ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. مسئله ای که میخوام سر این اشاره داشته باشم معجز و خیلی هم مهم یک مسئله است که یک چند روز پیشتر انیختر از دین روز وقتی که مراجعت به شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نمودم و در اونجا یک نوار ذهنی من مشغول ساخت و من واگذار نمود که سر این مسئله یک ایستادگری داشته باشم، زیرا که پیغمبر محبوب فرمودند که کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی، هر یک شما به مثال راعی هستید یعنی چوپان هستید و هر یک شما نزد خدا مسئول هستید. مسئولیتی که خاصتا بالای اهل علم ها هست، خادمان دین هست، یعنی که برای بیدار کردن ذهن مردم، برای دعوتی یعنی که توحیدی نمودن، دعوتی برادری نمودن، یعنی سر این مسئله من خواستم که یک اشاره داشته باشم. نواری که در شبکه اجتماعی اینترنتی یوتیوب من نظاره کردم، یعنی یکی از شخصیت هایی که یعنی دعواها دارد از مردم تاجیکستان هست با اسم عزت امان که در مهاجرت مهنتی هست و امروز ذهن بسیاری از مهاجران مهنتی ما را سر چند مسئله مشغول نموده ایستاده است و نمیخواهد که امروز امن و ثبات کشور محبوب ما پایدار و استوار باشد. میخوام سر سه مسئله اول که در باب یعنی که مرز و بوم کشوری که با ما همسایه و برادر است، یعنی که کشور قرقیزستان که در همسایگی و ما اقامتی داریم، همگی ما و شما واقف از آن هستیم که یک چند روز پیشتر یک نافهمی در همون مرز و بوم شد، البته بین دو کشور. لکن اشاره کردنی هستم که اون عزت امان که در شبکه اجتماعی خود دعواهای آن را دارد که ما زیاده از 10,000 نفر پیرو داریم و میخواهیم که رفته یعنی مرز و بوم کشور را یعنی چیکار کنیم، حمایت کنیم. گمان میکنم که خیلی یک دعواهای باطل هم هست، زیرا که امروز شاید تعداد نفران کمی هستند که پیروی اون را دارند. شاید یعنی ما بهتان به تمام مهاجران مهنتی زدنی نیستیم، زیرا که اکثر اونها برای به دست آوردن یک لقمه نان یعنی که کاری حلال کرده، یعنی کار به مثال به سیاست و به دیگر چیزا ندارند. و مسئله که در مرز و بوم کشور ما بین یعنی که قرقیزستان و تاجیکستان است، این مسئله هست که یعنی مسئله همسایگری هست. البته در تمام کشور و در حتی اینکه در یک محله که دو نفر زندگی میکنند بین همسایه شاید نافهمی ها شود، لکن خداوند مهربان یعنی در آیه کریمه اشاره میفرماید که استعیذ بالله الصلح خیر، یعنی خداوند میگه که صلح خیر است، یعنی مقصد و هدف خونریزی نیست. ما درد مردمی برادریم که در کشور ما از مردمی وارخ را درک میکنیم، لکن این سبب اصلاح نیست که وقتی یک نفری که دعواهای دروغ دارد که گویا اینکه رفته مرز و بوم را حمایت میکنیم، این خدمت نیست، بلکه شاید اینکه ما حیاتی تلخی را که چند مدت کشیدیم، البته دیدیم که جنگ چه عاقبت ها دارد، چه مشکلی ها دارد، ما این یک زمان این امتحان را گذاشتیم. امروز مراجعت کردنی هستم بالای این طایفه انسان ها که البته یعنی راه اصلاح راه صلح است، زیرا که خدا در قرآن گفته است که صلح بهترین است و شخصیت هایی که دوستدار این وطن هستند یعنی که به نزاع و به تفریقه این کشور آباد کردن نمیتوانند، زیرا که سرچشمه اتفاقی و اتحادی را خداوند در صلح گفته است. و در آیه کریمه خداوند میفرماید در سوره مبارکه بقره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الفتنه اکبر من القتل، یعنی خدا میگه که خودی فتنه
یعنی فتنه انگیختن که این البته گناه کبیر است، بزرگتر از قتل است. و شخصیت هایی که امروز یعنی پی ذهن شخص های ناباور را، شخص هایی که ناآگاهی که نه سواد دینی دارد و نه عقیده سیاسی دارد، اونها رو مشغول ذهن اونها رو مشغول کردنی هستند. ما مراجعت کردنی هستیم که برادر، شخصی که این عقیده داری، حالا هم که فرصت داری، البته فرصت داری برای فکر خوب نمودن، برای مرز و بوم این کشور در خدمت نمودن. این جنگ نیست، بلکه البته کاری کردن هر کار که مثلا برای اصلاح و صلح این مسئله حل خودش یابد. الحمدلله که حل خودش یافت. این کشور ما احتیاج به شخص‌های دیگر ندارد، زیرا که این کشور راهبر دارد و البته در برابر این حامی دارد و جوانمردهایی که در داخل کشور الان ایستاده مرز و بوم این کشور را حمایت کرده ایستادند. پس برادر عزیز، شخصانی که این عقیده دارید، پیامبر محبوب می‌فرمایند که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه. هر کسی که ایمانی به خدا و ایمانی به روز قیامت دارد، پس یعنی که فلیکرم ضیفه، یعنی مهمان خودش اکرام کند. و در مابعد حدیث گفتند که و من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم جاره. و هر کسی که ایمانی به خدا و ایمانی به روز قیامت دارد، پس یعنی که همسایه خودش اکرام کند، زیرا که یعنی اکرام کردن همسایه این جنبه ایمانداری ما و شما است. مسئله که در نوار ویدیویی که عزت امان بالای مردم پیشنهاد نمود، زمانی که این ویدیو را من خود شخصا دسترس نمودم و البته بالای چند نفرانی که با من هم صحبت بودند، البته در بین جامعه که ما هستیم، با اونها مراجعت نمودم، اصلا شخصیت هایی که این نوار را دیدن از این شخصیت اطلاعی ندارند، حتی اینکه نمیشناسند. مثلا تا به حدی که شخصیت هایی که در مهاجرت بودند اون را نمیشناسند، گویا اینکه این زیاده از 10,000 پیرو دارد. گمان میکنم که این دروغ محض است، زیرا اینکه شاید چند تعدادی از نفران مشخص نیست، شاید چند نفر مثلا پیروان این هستند، اون نفرانی هستند که البته گمراه شده هستند. گمراه شده دیگر چیزی بیش نیست، زیرا اینکه البته انسان را خداوند آفرید، عقل سالم را داد، عقل سالم را داد تا اینکه حق را از باطل فرق کنیم. به همین خاطر یعنی که این شخصیت فقط دعواهای باطل دارد و خلاص. و مسئله دومی که میخوام سر این یعنی اشاره داشته باشم، مسئله که عزت امان اشاره فرمود، البته تن فروشی نمودن، فاحشگی نمودن، این نه تنها داغ کشور محبوب تاجیکستان، حتی ابرقدرت‌ترین دولت‌ها، حتی اینکه دولت‌هایی که خیلی یک تمدن و یا اینکه از تعداد اهالی یا اینکه مثلا ترقیاتش خیلی پیشرفت دارن، یعنی این وبا را پیشگیری کردن نتونسته ایستادن. به خاطر چی؟ به خاطر که این درد بود و خواهد ماند. و گمان میکنم فکر شخصی من همین است که یکی از جنبه‌های همون فحش و فاحشگی مراجعت به همون عزت امان کردنی هستم که آیا بار هم ترغیب نمیبرید بین مهاجرانی که امروز زن و فرزند خود رها نمودن، حتی بعضیش سالها، بعضی دعواها دارن که 5 سال و 6 سال نآمده است. آیا زنی اون چی معامله میکند؟ در عهد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت قرار قبول کرد که یعنی شخصی که در مهاجرت است از 6 ماه زیاد نیستد، زیرا که زنی و خاندانی و احتیاج به سرپرست دارد. یعنی نفقه اهل و عیال بالاش فرض است، نه تنها که مالی، بلکه حتی اینکه نفقه بدنیش هم دادن بالاش فرض است. به همین خاطر گمان میکنم تحلیل علما است که یکی از جنبه‌های یعنی همون تن فروشی نمودن امروز زنها، یعنی همون ترک کردن شخصان مهاجر، همون خانه و دار زن و فرزند خود است. سبب اصلی که امروز همون زنها و مادران و خواهرانی که امروز در کوچه‌ها برآمده تن فروشی میکنن، همون شاید یک نفر از زنهای همون نفران مهاجر باشه. شاید به خاطر اونه که امروز بسیاری از شخصیت‌ها همون جوان پسرانی که امروز در مهاجرت هستند، یعنی عقد نکاح با زنهای بیگانه، یعنی که غیر اسلامی، با عقد نکاح بسته زن و فرزند خود را فراموش نمودند و وقت زمانی که فراموش کردن دیگر نفقه اهل عیال بالای اونها نفرستادن و حتی اینکه دعواها دارن گویا اینکه پول نمییابند برای بازگشت به سوی کشور. نه، این محض دروغ است، زیرا که شخصیتی من در مهاجرت مهنتی بودم و البته شخصی که اگر یعنی رزاق الله است، هر وقتا که انسان یعنی یک کاری را انجام دهد ان شاء الله که الله خود رزاق از رزق او را میرساند. و سری مسئله سومی که میخواهم اشاره داشته باشم در باب یعنی گویا اینکه در کشور محبوب ما در تاجیکستان عزیز یعنی بیکاری است، گویا اینکه مردم در این کشور از گرسنگی میمرده باشند. من مراجعت کردنی هستم که آیا فراموش کردن همون شخصیت هایی که این دعواها را دارن، مراجعت کردنی هستم که آیا الله رزاق نیست؟ خود وعده نموده است که مثلا رزق دهنده من هستم. یکی از عاشقان خدا حضرت رابعه اشاره می‌فرماید که اگر تمام دنیا فرزند من شود
من هرگز غمگین نیستم، زیرا که تا زمانی که الله صفت رزاقیش از روی زمین نبردارد. رزاق الله هست. برای به دست آوردن یعنی یک لقمه نان باید این انسان تلاش کند، کوشش کند. و الحمدلله که امروز یعنی که کارخانه های زیادی فعالیت دارند، حتی اینکه ساختمان هایی که امروز در کشور ما و شما همه روزه به چشم میرسد که تعداد زیاد انسان ها کار و فعالیت دارند. آیا نفری را شنیده هستیم که در این کشوری که غیر این کشور در گرسنگی مرده باشد؟ وقتی که انسان وقتی که در بطن مادر از خدا رزق وی آماده کرده است. حضرت مولوی اشاره می‌فرماید که درون پرده های تنگ و تاریک تو را پرورد و رزقت کرد نزدیک، رسانیدت بدین حد و کلانی، چی کرده بندگی تو ای فلانی. یعنی خداوند وقتی که ما در بطن مادر بودیم ما را رزق داد. آیا امکان دارد که در یک کشوری که اینقدر آبادی ها دارد آیا انسان از گرسنگی مرد؟ یعنی همون شخصیت هایی که این دعوا را دارند یعنی هم شخصیت هایی هستند که اصلا خوشی کار ندارند. انسانی که البته مهنتی حلال میکند، کار و بار میکند، راه های کار خیلی زیاد است. حتی بعضی از شخصیت ها را وقتی که میبینیم این سطح زندگی از بعضی ها سیمشک فروشی کتی روز گذرانده ایستادن. یعنی چند تا نفرای خورنده دارند، خداوند رزق اونها رو به همونا وابسته گردانده است. حتی اینکه رزاق را ما فراموش کردیم، گمان میکنیم ها رزق به دست ما است. حضرت سعدی بزرگوار عجیب یک اشاره میفرماید که اگر روزی به دانش در فزودی، زنادان تنگ روزی تر نبودی، به نادانان چنان روزی رساند که دانایان ز آن عاجز بماند. ما خود ما را دانا میگیریم گویا اینکه رزق به دست ما است. نه، خداوند ذاتی است که انسانی که اصلا خط و سواد ندارد خدا اون روزی میتید. حتی اینکه اگر در قصه های قرآنی و احادیث پیغمبر و سخن های بزرگای دین مراجعت کنیم، حتی اینکه خداوند مهربان با یک قصه مشهور هم هست که یک مورچه که با یک مشقت و زحمت یک نفر نظاره کرد که یک مورچه با مشقت و زحمت یک دانه گندم را کشاله کرد به لب آب آورد. و البته این معجزه خدا را ببینید، بزرگی الله را ببینید که همون مورچه وقتی که با این زحمت آورد قورباغه از داخل آب برون شد و البته چی همون دانه گندم را گرفت و اون برای خود نه بلکه برای همون نفری که در زیر آب زندگی دارد، یعنی یک کرمی که خیلی معیوس و مثلا بیمار است نزد اون بود، برای رزق او را رساندن. خداوند یک کسی را به کسی دیگر سبب گردانیده است برای یعنی به دست آوردن رزق. و فقط تنها مراجعت ما این است که زندگی آسوده داشته باشیم، البته کسب و کار حلال داشته باشیم. الله رزاق است، خداوند رزق هر کی ما و شما رو میرساند. من بود یک مراجعت نامه‌ای که بالای مردم شریف تاجیکستان و شخصیتایی که الان صدای ما رو میشنوند مثلا همش یک قرض بندگی بالای شما اشاره نمونه. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.